درود دوستان عزیز، برنامه گنجور است و ما حالا در دهه روزوه ناحیه درواز قرار داریم. دهه‌ای که خونیاگر معروفی تاجیک عبدالله نظری تولد شده است و محض همین منطقه، همین بلندی دهه جای زیستی او بود و حالا در این دهه نفران زیادی هستند که همین مکتب را ادامه میدهند، در رویه همین مکتب سرود ایجاد میکنند و نورسان زیادی هستند که میخواهند مثل عبدالله نظری هنرمند موفق شوند و حالا تمرین میکنند، مشق میکنند همراه یک نفر استاد معروف که در مکتب موسیقی ناحیه درواز به نورسان درس موسیقی میدهند. سیفالدین نعمت الله که ایشان در نزد هستند و سلامت باشید که ما را دعوت کردید و در یک محیط خیلی زیبا حالا قرار داریم همراه شاگردانتان. چنانکه گفتم اینجا زادگاه هنرمند معروف، هنرمند مردمی تاجیکستان استاد عبدالله نظری است و خب اینجا همین مکتب رو ادامه میدن. تا جایی که میدانم جوانان زیادی هستند که از همین دهه برآمدن، به شهر رفتن، سبز دیدن و حالا مثلا فعالیت میکنن در جاده موسیقی. خب یک کمی درباره همین مکتب استاد عبدالله نظری برای ما بگوید که خب تا کجا مردم دهه میخوان که مثلا همین سبک رو، همین رویه رو پیگیر باشن؟ راستی ما همه پیروای استاد عبدالله نظری مقصد زیادیم در همین دهه ما، خیلی زیادن و با کوشش کرده ایستاده ایم که همین مکتب هنری اکا شریف جوره و استاد عبدالله نظری را پایدار به واسطه این همین پیروا و همین وارثکای خیلی خردسال جا به جا کنیم. مقصد که هنرمندا در دهه ما خیلی زیادن. سر کرده از استاد عبدالله نظری، خب حافظ خلقی، خب دولت نظری، حافظ شایسته، اکا اسماعیل نظری، حافظ شایسته، اکای نظرالدین نعمت الله، حافظ شایسته. خب باز هنرمندایی که خیلی هرچند که عنوان هم که ندارن، مقصد که زیاد بودن در همین دهه ما. و امروز کوشش کرده ایستادیم که با
این مکتب ما با واسطه نمی گلدخترها و بله یک دهه هنرریز است واقعا خیلی مثلا مردمش به هنر و به موسیقی و به سرود توجه زیاد دارن دوست می‌دارن و خب نمونهش مثلا این نورسانی هستن که حالا هم صدای زیبا دارن هم مثلا سازهای زیبا رو اجرا میکنن. خود شما چی یاد دارید از قدیمی های دهه؟ مثلا در دهه چگونه بزم ها میشد؟ همین گونه محفل ها اون زمان ها وجود داشت؟ البته در هر زمان بزم ها وجود داشتن ولی در این دهه ما یاد داریم که مقصد که خدمت توی های قدیمی که میشدن مقصد با واسطه همی دایره بزم ما توی میگذراندن هرچند که کمتر بعض هنرمندایی داشتیم که آوازخوان بدن مقصد ایوده نواختن اسبابای موسیقی نمی برآمدن برای همی قدر با واسطه همی دایره بزم میکردن. خب چون گفتیم که در اینجا هنرمندان زیاد بودن خود استاد عبدالله نظری شما از ایشان چی خاطره دارید؟ خاطره های جو در دوره های دانشجویی ما که سالهای 76 تا 86 ما فعالیت داشتیم در شهرها مقصد که بسیار یک استادی سختگیر بودن حتی شبهای بود که تا ساعت 12 یک شب ما ترمیم یعنی موسیقی داشتیم تمرین میکردیم سرود آهنگ داشتیم. خب در دهه چگونه بودن؟ در دهه بودن محفلا بودن کروژاک های خودفعالیتی در مکتبا بودن که همونجا فعالیت داشتیم از جمله رهبر امو کروژاک خودفعالیتی محفل امو خودفعالیتی مخدوم بودم مقصد قطعی بچه هنرمندا کار میکردیم خب داشتیم با کمپیرا و مقصد که دخترکایی که دستگیریمون میکردن می اومدن در امو نمره های کنسرتی ما اشتراک میکردن. یعنی همین گونه یک کلوب هست در دهه کلوب هست که در اونجا مثلا هنرمندان جمع میشن اونهایی که به صنعت هنر شوق و مراغ دارن و واقعا هم ببینید بیننده عزیز که چقدر مردمی ما مردمی صنعت دوستن هنر دوستن فرهنگ دوستن حتی در دهه های ما همین گونه مرکزهای مهمی فرهنگی است که اونجا سرجم میشوند و محفل ها و بزم های فرهنگی برپا میکنند. این هم نمونه از تمدن بزرگ ملتی ما است. خب چیزی دیگری برای ما اجرا میکنند بچه ها که خود شما؟ اگر که جمشید جان جمشید یک تا سرود بخونه. خب چی سرود میخونه؟ سرودش با نام خونباو شعر استاد مومن قناعت آهنگ منورشاه صدیر باید اجرا کنم. دی آسمانی چی گوهر داری چو سیتای شریفی جور رایت صدف کاری و سی پولت مرا سی پردهی زهراوی سیتار است مرا سر چشمت چشمی کبودی مست و خمار است مرا سر چشمت چشمی کبودی مست و خمار است چو فرزندت فلک را بست در صحرای ستارش ربوده راک را تا پرده دان از پرده تارش برنگونن چون فرزندی خوردی هفت دریاوی زی چشمی آسمان یا از دلی درواز می آوی زی
زی چشمی آسمان یا از دلی درواز می آوی تو ای رودی کبودی آسمانی چی گوهر داری چو سیتاری شریفی جور صحرایت صدف کاوی و سی پولت مرا سی پرده صحرای ستاره است مرا سر چشمت چشمی کبودی مست و خمار است مرا سر چشمت چشمی کبودی مست و خمار است مرا آبی تو ورزش داد تا بی آفتابی داد براهی راستی تمکین بتون دیها شتابی داد مگر فرزندها یت رفته و رفته است تمکینت بیا سا یک دمه کی میرسد امروز تسکینت بیا سا یک دمه کی میرسد امروز تسکینت تو ای رودی کبودی آسمانی چی گوهر داری چو ستاره شریفی جور صحرایت صدف کاوی و سی پولت مرا سی پرده صحرای ستاره است مرا سر چشمت چشمی کبودی مست و خمار است مرا سر چشمت چشمی کبودی مست و خمار است مرا سر چشمت چشمی کبودی مست و خمار است. روان استاد مومی قناعت شاد بود که در گنجوری ادبیات تاجیک اونقدر داستان‌های زیبا، اونقدر غزل و شعرهای زیبا را جا دادند و این داستان و غزل‌ها، این سرودها، این شعرها واقعا لب تشنگان را همیشه سیراب میکند و یک شعر زیبا هم که با آهنگ منورشای صدیر پیشنهادی شما گردید واقعا خیلی زیبا بود و ما برنامه را دوستان عزیز ادامه میدهیم. یادآور میشیم که ما در دهه روزوه ناحیه درواز قرار داریم در زادگاه استاد عبدالله نظری و اینجا قدمجای هنرمندان است، قدمجای حتی استاد مومی قناعت است که بارها به این دهه آمدند و با مردم گفتگو کردند و شما هم خاطرهای زیاد دارید از استاد مومی قناعت، از استاد عبدالله نظری، چون پیش از ثبت برنامه خاطراتون برای ما گفتید. میشد که برای بیننده هم بگویید که مثلا وقتی به دهه می آمدن استاد عبدالله نظری و یا اینکه استاد مومی قناعت اینجا چگونه محیط میشد، چگونه آدما سرجم میشدن؟ هر روز یک دوره مقصد که بهروز زبیحلا همسایه ما پایانتر از اینجا نازندگی داشتن با همراهی استاد مومی قناعت آمدن که در اون پشتاق او خانه او طرف ایستادیم، خیلی سرجم صحبت کردیم. خاطره می که مقصد که یک دسترخوانچه عادیه که میکردیم مقصد با همسایه ها یکو مستفیدای همی دهه می اومدن هم خیلی صحبت میکردن. پدر بهروز زبیحلا با همکورسی استاد مومی قناعت بودن، یک جا اونیورسیتی به نام لین او دوره یک جا خوندن، کار کردن، می اومدن رفت و اومد داشتن. استاد عبدالله نظری چی؟ استاد عبدالله نظری اینجا بسیار می اومدن. مقصد که یاد دارم که دوره که من صنف 8 می خواندم مرا هم خیلی مجبور نیم خیلی دعوت کرد که امی پسرکه ما برم آموزگاه موسیقی شهر دوشنبه داخل کنم. در حقیقت با دعوتی امی استاد عبدالله نظری دستگیری امو ما رفتیم امو سال 76 آموزگاه امی موسیقی شهر دوشنبه در داخلش دیم، حاجی را به نام احمد باباکلوف. خب و حالا در کجا این نورستان را شما درس میدید؟
نورستان را در همین دهه خودمون در همین خاندان خودمون در خانه خودت. تا جایی که میدونم شما چندین نسل رو همین تربیت کرده در این روستا و ان قریب تمام مردم همین دهه از عهده اجرای یک سازی موسیقی میبرن اینکه آوازخوانی کرده میتونن. فعالیت ما از 5-6 سال زیاد شد که فعالیت داریم در این مکتب موسیقی به حیث آموزگاری بگیم که اختصاصی همین دوتار نوازی تربیت کردیم. پیشتر وقت 12 نفر شاگردا داشتیم که مقصد که 7 نفر دختر بودن، خب باقی 4 نفر دیگه بچه ها بودن. خب که همه بچه ها بسیار از عهده نواختن دوتارا بسیار خوب میبرآمدن. از جمله یک تاش همین خداداد خوشقدم که میگیم که از فعالیت داره در کنسرواتوار ملی تحصیل بکنه. الکی نیت داره که امسال همون کنسرواتوار ملی داخل شود. مکتب اینترنتی به نام میراتلو عطایف ختم کرد، امسال که نیتش همینه. من حاضر دوام 5 سال ما در آزمون‌های جمهوری همی تاجیکستان وطن عزیز اشتراک کردیم. در حقیقت اشتراک کردیم و خیلی مقصد جای نگرفتیم و همچون اشتراکچی آزمون زیاده از 12 نفر اون سال چند سال 4 سال 5 سال اشتراک ما میکنیم. مقصد که الکی آنها را برای صحنه ها آماده میکنیم. البته بعد مقصد که امی ژانر کلاسیکی یک ژانر باور نادر است که مقصد که اگر که نورس از عهده امی اجرای ژانر کلاسیکی میبراید او الکی برای او دیگر ژانر موسیقی بسیار آسان میشود. شما یعنی همون مکتب استاد شاگردی استاد عبدالله نظری را ادامه میدید، چون زمانی شما خردسال بودید شما را راهنمایی کردن و به جاده موسیقی بردن و چندین جوانان دیگر رو شما امروز همون رسالت را ادامه میدید، انجام میدید. یعنی جوانانی که خواهشمندن، ذوق دارن، شوق دارن، اونها رو در جاده موسیقی تربیت میکنید. سلامت باشید. تشکر زیاد و واقعا هم خیلی جالب بود در حلقه شما نشستن، در این گونه یک محیط زیبا، طبیعت زیبا نشستن، صحبت کردن و سرودهای جذاب را گوش دادن. تشکر میگویم که با ما پیوستید و یک برنامه خوش را پیشنهاد بیننده تلویزیونی سفینه گرداندیم. دوستان عزیز اینجا به انتهای برنامه گنجور رسیدیم و این برنامه را ما از دهه روزوه ناحیه درواز تهیه کردیم و در آخر یک آهنگ زیبای استاد اکاشریف جوریف پیشنهاد شما میگردد. گوش کنید و لذت برید. خیر. صبح کشوری رویش یا سومن بها رستین، صبح کشوری رویش یا سومن بها رستین، بوی ناز می آید جلوه گاهی آرستین، بوی ناز می آید جلوه گاهی آرستین. نشأه اوجها دارد، عیش فوجها دارد، نشأه اوجها دارد، عیش فوجها دارد، سنگ هم دل دارد یا سومن بهار استین، سنگ هم دل دارد یا سومن بهار استین. پر نور شه چراغی ای رهنمای میلت، ره جوی بختی خلقی ای ره گشای میلت، ره جوی بختی خلقی ای ره گشای میلت، ای پیشوای میلت، ای رهنمای میلت،
ای پیشوای میلت ای رهنمای میلت داستانی صلح و وحدت با خونی دل نوشتی داستانی صلح و وحدت با خونی دل نوشتی از خشتی جسم و جانت کرده بینای میلت از خشتی جسم و جانت کرده بینای میلت ای پیشوای میلت ای رهنمای میلت ای پیشوای میلت ای رهنمای میلت پر نور شه چراغی ای رهنمای میلت ره جوی بخت خلقی ای رهگشای میلت ره جوی بخت خلقی ای رهگشای میلت ای پیشوای میلت ای رهنمای میلت ای پیشوای میلت ای رهنمای میلت